استفاده کردن از خودروها هم مثل بقیه وسایل نیاز به نگهداری و استفاده درست ازشون داره، هم برای افزایش طول عمرشون هم برای درست کار کردن. و همونطور که توی بقیه چیزا داریم میبینیم خرافات وجود داره، توی صنعت خودرو هم خرافات نقش پررنگی داره از خودش نشون میده. دوستان، من شایان هستم و امروز قرار راجع به یک سری از اشتباهاتی که راننده ها توی نگهداری ماشینشون انجام میدن توی چنل کاریه صحبت کنم. خوشحال میشم اگر مطالب چنل براتون مفید هست چنلمون رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. خب اولین چیزی که داریم میبینیم که بعضی از راننده‌ها توی نگهداری خودروشون توش اشتباه میکنن نحوه و زمان انجام دادن سرویس‌های دوره‌ایه. برای مثال میتونیم به تعویض روغن اشاره کنیم که دوستان متخصص به این باور دارن که تعویض روغن تا زمانی که روغن ماشین سیاه نشه لازم نیست و هر وقتم که ازشون میپرسید ماشین نیاز به تعویض روغن داره یا نه، گیج روغن رو میکشن بیرون، یه دستمال میارن میگن همرنگ عسله، اون روغن کار میکنه، 50,000 تا دیگه کار میکنه. نکته بعدی اینه که فیلتر روغن کلاً احتیاج به تعویض نداره، یعنی شما ماشین رو که 0 کیلومتر نمایندگی تحویل میگیره اون فیلتر میمونه روی ماشین تا لحظه‌ای که ماشین بمیره. اما هممون میدونیم که اینجور نگهداری از ماشین فقط باعث میشه که اون روغن قدرت روانکاریشو از دست بده و باعث بشه موتور ماشین بد کار کنه، رسوب بگیره، اویل پمپ یا اون پمپ روغن ماشین بسوزه، خطرناک کار کنه ماشین. برای عملکرد بهتر موتور و افزایش طول عمر موتورمون بهتره که هر 5000 کیلومتر روغن مناسب و فیلتر روغن رو با هم عوض کنیم. نکته بعدی اینه که یه سری هم متخصصا دارن بهمون میگن که تنها چیزی که توی ماشین باید عوض بشه همون روغن موتورمون هم چی بشه اگه بخوایم عوض کنیم و بقیه چیزا، بقیه مایعاتی که توی خودرو هستن همونی که نمایندگی روز ساخت ماشین میریزه توش تا ابد جوابه. اما این طرز فکر فقط باعث میشه که استهلاک ماشین بالا بره و حتی امنیت سرنشینا بیاد پایین. روغن هیدرولیک، روغن گیربکس، آب رادیات، روغن ترمز، تمام مایعاتی که توی موتور و اجزای فنی خودرو داریم میبینیم همشون یه طول عمری دارن. اگه به دفترچه راهنمای ماشینتون مراجعه بکنید میبینید که توی قسمت سرویس‌های دوره‌ای نوشته که هر کدوم از این مایعات چقدر عمر دارن. پس بهتره تا موقعی که ماشینمون خراب نشده بریم نگاهی به دفترچه و تعویض این مایعات بدیم. یکی دیگه از چیزهایی که متخصصین همیشه دارن نظرات قوی و محکم راجبش میدن اینه که هیچ وقت نباید با ماشین با دور پایین رانندگی کنیم چون موتور ماشین میترکه. یادتون باشه هیچ وقت نباید تعویض دنده زیر دور موتور 4000 دور اتفاق بیفته، به خاطر اینکه ماشین هم باید جوندار حرکت کنه هم سالم حرکت کنه. و نکته بعدی این که میبینید ماشین‌های اتومات به صورت اتوماتیک تعویض دنده رو زیر دور موتور 2000-2500 دور انجام میدن، به خاطر اینه که اون مهندسین، اون طراحی که اون گیربکس ساختن بلد نیستن. ما بلدیم، ما خوبیم. خب دوستان، همونجور که واضحه میدونیم که اینجور تعویض دنده و این عقیده راجع به تعویض دنده کاملا اشتباهه. زمانی که شما احتیاجی به شتابگیری زیاد موقع تعویض دنده ندارین، اصلا نیاز نیست که دور موتور ماشینتون رو ببرین بالا و همون دورهای پایین برای تعویض دنده کافیه. خود تعویض دنده توی دور پایین باعث میشه که استهلاک ماشینتون بیاد پایین، مصرف سوختتون بیاد پایین. تنها چیزی که باید توی این جور تعویض دنده ها حواسمون باشه اینه که نباید بذارین ماشین برای مدت طولانی به صورت دنده مرده بره، یعنی اینکه دور موتورمون زیر مثلا 1500 دور باشه و ماشین در حال جون کندن باشه به قول گفتن. مسئله بعدی که خودم خیلی توی رانندگی اطرافیانم دیدم اینه که موقعی که میخوام بعد از استفاده طولانی ماشین رو خاموش کنن، اول یه گاز حسابی ماشین میدن، بعد همون موقعی که دور موتور بالای ماشین رو خاموش میکنن. چرا؟ چون که دیدن قدیمی‌ها این کارو میکنن، پس چرا ما نکنیم؟ اما دوستان این کار کاملا اشتباهه. این کار رو قدیمی‌ها میکردن برای اینکه توی خودروهای کاربرات یه اون گاز آخری که به ماشین میدادی یه مقدار از سوخت توی مدار میمون و بعد دفعه بعدی که می‌خواستیم ماشین رو روشن کنیم ماشین آسان‌تر روشن میشه. اما کردن این کار توی خودروهای انژکتوری، توی خودروهای جدید که شیر برقی دارن، فقط باعث میشه اون مقدار سوختی که مونده باعث بشه انژکتورها کثیف بشن، موتور آسیب جدی ببینه و کل اجزای فنی ماشین به مشکل بخوره. بهترین و امن‌ترین راه برای اینکه بخوایم ماشین رو خاموش کنیم بعد از این مسافرت طولانی، بعد از این استفاده پرفشار، اینه که برای چند ثانیه بذاریم موتور توی حالت درجا کار بکنه که دمای رینگ و پیستون و دمای کلی موتور یک مقدار استیبل بشه، بعد با خیال راحت ماشین رو خاموش کنیم. و در آخر دوستان، چیزی که زیاد دیدیم، همین الان میتونید توی سایت خرید و فروش خودرو هم بریم ببینید،
ماشینایی داریم میبینیم که 400,000 تا 500,000 کیلومتر کار کردن و با افتخار نوشته ماشین آچار نخورده. خب دوست من، اون ماشینی که الان توی کیلومتر 400,000 تا آچار نخورده، من الان برم اون ماشین رو بخرم فقط با آچار دستم باشه برای استفاده از اون ماشین. اون ماشین دیگه هیچی ازش نمونده، فقط یه خاطره مونده. ماشین نیاز به نگهداری داره، ماشین نیاز به تعویض قطعات داره، نیاز به سرویس‌های دوره‌ای داره. افتخار نیستیم که بخوایم بنویسیم ماشین آچار نخورده. اون برای موقعی بده که ماشین 40 تا کار کرده موتور باز شده باشه. نکته آخر این که آقا اون زاپاسی که گذاشتن توی صندوق برای استفاده است. برای این نیستش که شما بعد 15 سال استفاده هم ماشین توی آگهی بنویسین زاپاس زیرش نرفته. خب اون ماشینی که زاپاس بعد 15 سال 10 سال ازش استفاده نشده، اون لاستیک دیگه قابل استفاده نیست، پوسیده. استفاده کن. دوستان خیلی ازتون ممنونم که تا آخر این ویدیو هم همراه من بودین. دوستان نظر شما چیه؟ به نظرتون چیزایی که راجبش حرف زدیم درسته یا من دارم اشتباه میکنم؟ به نظرتون اینجور استفاده، اینجور حرفا راجب خودروها درسته؟ یادتون نره که چنلمون رو سابسکرایب کنین و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.